درود دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با فراگیری آخرین نویدهای ترانسفری قابل بررسی از فوتبال جهانی منظورتان می‌گردانیم. وقتی تحلیل موضوعات ترانسفری فرصت‌های اخیر، تنها گپ و خبرها اطراف ریال مادرید همگان را سوی خود جلب می‌کند. تیم شاهانه خود گالاکتیکوس که الکی موسم دوم پای هم به جایزه می‌ماند و بر زمین مربی چنین دل نمی‌یابد تا بیستون باید این ترانسفرهای بزرگ انجام دهد. از آغاز موسم اگر کاری سیستماتیکی و انتظامناک خابی آلونسو با ستارگان عثمانی دسته شاهانه نفارید، پس از نیمه موسم به این گروه بازیگران صاحب نام لاس بلانکوس آزادی مطلق هم از جانب آلوارو آربلوا ضرر کرد، زیرا آلوارو آربلوا به درجه برایشان آزادی داد که از ترس به زودی سبکدوش نشدن از وظیفه و تکرار نکردن اشتباه آلونسو کلی عیبنامه ها را بعد باخت در بازی ها فقط سر خود بار میکرد. ولی چطور دیدیم این روند کار هم کمک نکرد که نتیجه خوب به دست نمی آیند و آلوارو آربلوا در وظیفه باقی بماند. هرچند که از آغاز شرطنامه آلوارو آربلوا هم تا آخر موسم جاری مولد داشت و حتی از عهده کاری چند ماه هم در دسته پرس نبرآمد. از این رو الکی پرزیدنت عصبانی و گپزن در دسته اساسی مادرید با کوفتوکوی مربیان صاحب نام پرداخته است. یک زمان اگر نام سابق سرمربی ریال مادرید ژوزه مورینیو در رسانه ها بلند میشد، عین حال باشد سابق سرمربی آلمانی لیورپول یورگن کلوپ در این روی خط جایگاهی مخصوص دارد. با قول نشریه ال چرینگیتو، محض دو مربی صاحب مرتبه و کاردان در فوتبال اروپایی قادرند که آن ستارگان نازیان را که خودشان شاهند و تبعشان وزیر اداره کرده توانند. نشریه اتلتیک بران است که خود مورینیو برای پرس نامزدی اساسی در تعیین کنی و وظیفه سرمربیگی ریال است. جوزه مورینیو با اسلوب خاصی تنقید کنی بازیگران علاهیده اگر زیاد ایستادن نتواند، ولی اگر کلوپ با خودی تونی کراس و مادرید بیاید این واریانت قابل قبول به نظر می رسد. از جانب دیگر این تابستان اگر از صف ریال از میان وینیسیوس و امباپه یکی را نفروشند، با رفتن کار با وجود دو قصاب مشکل است گفتن که دسته شاهانه در ادامه از گدایی و مرتبه شاهی می براید. در سابق دسته ژوزه مورینیو باشد باز هم سرمربی عوض شد. اینجا گپ سر باشگاه فنربخچه ترکیه می رود که بعدی باخت با حساب بزرگی 0-3 از گالاتاسرای در دربی شهر استانبول بدون سرمربی ماند. این باخت شرمنده‌وار از حریفان ازلی رهبریت فنر را مجبور نمود که با دومینیکو تدسکو همکاری ها را قطع کنند. بعد این قضیه البته که همکاری ها میان جانب‌ها که بعد رفتن مورینیو ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شده بود به زودی پایان یافت. شور میدان فنربخچه از تعقیبگر اساسی گالاتاسرای در پایگاه قهرمانی چمپیونات ترکیه بوده 3 موسم اخیر هیچ نمیتواند در ترکیه از همه بهترین باشد. بعد پیروزی مهمی دسته اوسیمخن و ایکاردی مقابل فنر البته که برتری خالی در جدول به 7 عدد رسید و دیگر مشکل است گفتن که در 5 دوره باقی مانده قهرمانان فعلی این برتری را از دست میدهند. ولی اگر توانیم که از موضوع مورینیو سابق دسته هایش اندک بتوانیم کنار برویم، در صف بارسلونا هم تابستان تغییرات های کادری نظر از خواهند بود. اگر بارسا مثل ریال مبلغ بزرگ بهره مصرف کنی در بازار ندارد، ولی الکی معلوم شد که حمله‌وری پولشگی این تیم روبرت لواندوفسکی تابستان از بارسا می رود، زیرا در ملکی کاتالانی وابسته به سن و سال و نتیجه های بازیگر دیگر نمیخواهند در آینده با او همکاری های سودمند داشته باشند. این دسته در مرکز حمله جوانان را جلب کردن است. اگر با آمارهای لواندوفسکی در بارسا نظر افکنیم، او با اشتراک در 38 بازی این موسم توانسته است که 10 مرتبه مؤلف گل شود. حمله‌ور 37 ساله که در سال 2022 در بارسا برآمد می‌کند، الکی بیش از 80 گل در عموم با پیراهن این تیم به ثمر رسانیده این تابستان برایش اخیراً فرصت خیرباد فرا می‌رسد.
و طبق گفته‌ها خولیان آلوارز از اتلتیکو مادرید چون عوض کننده رابرت از هدف‌های اساسی ترانسفری بارسا این تابستان محسوب می‌شود. ولی اگر ارزش بازیگر در حجم 120 میلیون یورو رهبریت بارسا را وقتی خریداری نترساند، آلوارز ارژنتینی را ما سر از موسم نوین با پیراهن نیلونوری دیده می‌توانیم. با برگشت به موضوع تقدیر مربیان در فوتبال جهانی، خاصه وطنی ورزشی رقم اول، میتوان گفت که چلسی لندن باز هم مربی عوض نمود. بعد 5 باخت پی هم بدون زدن یگان گل در پرمیر لیگ انگلیا، اخیرا راهبران آمریکایی چلسی این نوجوری ها را به لیام رزینیار نبخشیدند. مربی جوان که 4 ماه پیش از استراسبورگ خودی به چلسی آمد و بعد نوشتن شرطنامه دراز مدت باید همه چیز را در تیم حل میکرد، اخیرا از دستش کوکی خنک نآمد و از کار بیکار شد. چلسی باشد در 10 سال الکی 10 مربی عوض کرد و برای بر وقت جواب دادنشان 10 میلیون و 20 میلیون جبران پولی کردن میگیرد. در آمدیگه بعد رفتن لیام رزینیار از کار، مکفارلین لیدز یونایتد را شکست داد و به فینال جام انگلیا برآورد، جایی که البته با من سیتی و گواردیولا دهشت افکن روبرو می شود. گل است که تقدیر جایزه را در آن فینال احتمالاً خود پپ حل و فصل می کند، ولی تقدیر مربی نوی چلسی را ما سر از تابستان شاهد می شویم. یک سخن دیگر علاوه‌ای در مورد نفرانی مربوط به چلسی آن است که باواریا یک و یک بار از خریداری حمله‌ور نیکلاس جکسون از چلسی بر عوض 65 میلیون یورو دست کشیده است. اکنون جکسون مجبوراً از جایی که گریخت آمده با مربی نو باید که زبان بیابد. در این باره ژورنالیستی کاردون و چخان فابریسیو رومانو سخن از دهان برآورد. جکسون این موسم 29 مرتبه با پیراهن باواریا به میدان آمده 10 گل و 2 پرتافت گلی با آمار گرفت. جکسون اگرچه در دسته کمپانی ستاره از آسمان نفرآورد، ولی زمستان با منتخب سنگال توانست که قهرمان شود. این البته موضوع جنجالی کلاً دیگر بوده. مهم اطراف تقدیر جکسون البته که نالازم بودنش در دسته کمپانی می باشد. با وجود داشتن سگانه قدرتمندترین در خط حمله باواریا، البته جکسون را بهتر است که خود بروقتر از میونخن جامدان غون نماید. یک مسئله دیگری مربوط به تقدیر بعدی گواردیولا آن است که این مربی صاحب نام الکی از من سیتی از کار نرفته در منتخب ایتالیا برایش جای تیار کرده ایستادند. وضعیت سیتی این موسم به درجه زور است که آنها می توانند در جایزه گیری تربلی داخلی کنند. در فینال جام انگلیا البته که شکست دادن چلسی به صاحب هم آسان به نظر می رسد، در حالی که در پایگاه قهرمانی آرسنال هم بیرنگ و نور می تابد. ولی کلی نیت‌های جایزه گیری به شیخان منچستری سخت پسند بوده. فدراسیون فوتبال ایتالیا در نوبت خود برای جلب کردن گواردیولا به کار سرپرست می‌جوید. این سرپرست هم می‌تواند یک قسمت معاش کاری پپ را پرداخت نماید. در این باره لا گازتا دلو سپورت نوشته اگر خود گواردیولا نبیاید و فوتبال ایتالیا را از خوابی گران بیدار نسازد، باز ممکن در چمپیونات‌های دیگری جهانی هم ما نسل کیلین و بانوچی و بوفون را نبینیم. پیش از آنی که مانو نویر در لیگ چمپیون ها بعد ضربه های حمله‌وران PSG 5 گل سر دهد و یکی از بدترین بازیگران دسته دانسته شود، در باواریا میونخن برایش تمدیدکنی شرطنامه کاری و مدت یک موسم دیگر پیشنهاد هم کرده بودند. نویر 40 ساله که چند پیشتر وقتی بازی با ریال نفری بهترین دانسته شد، تا حال هم شامل سگانه بهترین دروازه‌بان‌های دنیاست. این مورد شوری گفته می شود شرطنامه نوی پیشنهاد شده میونخنی ها به نویر یک موسم را در بر گرفته، آنجا می تواند وقتی بازیکنی را با یاناس اوربیک قسمت نماید. به نظرم اگر نویر این موسم با باواریا به تربل رسیده تواند، برایش دلخواه پیشنهاد از دسته محبوب قابل قبول خواهد بود. یک مسئله دیگر قابل بررسی از فوتبال آلمان تلاش
سومین باره بازگشت سانچو به بروسیا دورتموند میباشد. با قول فلاریان پلاتنبرگ، جیدون سانچو علاقه راضی شده است که مراتبه نوبتی به دورتموند برگردد، زیرا بازیگر 26 ساله انجام مهلتی شرطنامه با MU دارد. یونایتد البته این بازیگر را سال 21 بر عوض 73 میلیون پوند استرلینگ خریداری کرده بود و تا حال هم از این کارش سخت پشیمان است. سانچو باشد در نوبت خود دیگر جای هم خود را به پرگی نشان دادن نتوانست و اکنون مجبور است که تا انجام موسم چون بازیگر احتیاطی در استون ویلا توقف کند، زیرا آنجا هم وضعیتش آنقدر خوب نبوده. در 32 بازی این موسم او تنها یک گل در لیگ اروپا دارد. اگر که با ویلا سانچو در لیگ اروپا قهرمان شدن نتواند، پس او را ضرور می‌آید که تابستان با سری خم و با امید نجات دیگر باره مسند ورزشی به سیگنال ایدونا پارک بیاید. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.